سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران، پدران و مادران. پیش از خبر رساندن که اکای عزت چی حال دارد در تاجیکستان میخواستیم یک چیز از شما در برسانم که بسیار برادران مرا زنگ میزنن اکای اگام فیلم نیستم و برام مقصد تاجیکستان رو کنیم. هست یک برادر که نامی من پرویزه، نمراش در یک کناز می نویسم. مقصد ما تفتیش کردگیم برادرای خودمانند، انشاءالله بهترین آدمان، معامله خوب، رفتار خوب. من نقشم ارزان ایچی رو بر سر می شود، مقصد وابسته به باره. و بعد آدمان بسیاری وقت گرانت میتیم 100% بارتون تاجیکستان میروه. از طرف ایش من گرانت میتیم که آدما 100% برادرای خودمونن دیگه بار 100% تاجیکستان نمیروه. اوش در دست خداونده، خداوند اگه فلوکت در راه نشوه ان شاء الله مقصد براتون دزدی و چی غارتگری نمیشه، براتون سوک سلامت میروه اگر خدا را کرده اگه فلوکت نشوید. و نمره همین برادرها در اکرام برآمدگی انشاءالله زنگ زنید، نامش پرویزه، نامی ما گپ زنید که مقصد نمره را پرویز گرفته انشاءالله با شما در سکیتکا میکنند ارزان ترک. و بعد درباره اکای عزت میخواستم شما در بگم بسیاری بنهایت بسیار برادرها میپرسیدن که اکای عزت خبرگیری رفتی، اکای عزت چه خیلی وقتی که من در تاجیکستان بودم. اکای عزت الحمدلله رفتیم خبرگیری کویبش زندگی کرده در خانه اکاش. زندگیش الحمدلله 100% سوزه، نماز خونده است. اکا داداراش نگاه بینش کرده است، خواهرش نگاه بینش کرده است. مقصد زندگیش خیلی بهتر شده. و بعد امکانیت راستی گپ کمی نکردن نداشتیم به خاطری که جیاناش در همون جا بودن، به خاطری که اکاش در همون جا بود امکانیت کمی نکردن نداشتیم. یک دو صورت گرفتیم و یک چند سکوند بگیم هم خیلی کمی نکردیم که ای خونه چه برآمده است خاطر اکای عزت تمام. مقصد سلامتیش خوبه برادرو الحمدلله بهترین شدگی انشاءالله که باوری دارم که با خوبتر بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.